سلام، امیر محمد اکبری هستم از دانشجویان دوره پنجم روبیکم. خیلی خوش اومدید به قسمت دیگه از کورس پایتون رو ران کن. امروز قراره که در مورد عملگرهای منطقی صحبت کنیم و همین اول ویدیو قراره که یک گریز کوچیکی به قسمت‌های قبلی داشته باشیم. عملگرهای منطقی کلاً از سه قسمت تشکیل شدن. قسمت اول and، قسمت دوم or و قسمت سوم not. and همونطوری که معنیشه به معنای نه، اور همونطوری که معنیشه به معنای یاه و not به معنای نه یا به معنای برعکس هم اینجا میشه معنیش کرد. خب عملگرهای مقایسه‌ای این شکلی بودن که به اصطلاح ما اینجا دو تا متغیر داریم، x مون که مقدارش 4 و y مون که مقدارش 5. الان ما اومدیم و از عملگر مقایسه‌ای بزرگتر و کوچکتر اینجا استفاده کردیم. گفتیم که آقا x من آیا بزرگتر است از y من؟ x من که 4 بزرگتر است از y من؟ و اینجا توی خروجی می‌بینیم که نه خیر آقا، x شما کوچکتر از y شما. حالا فکر کنید که ما اینجا بخوایم چند تا به اصطلاح شرط رو یا پرسش رو مقایسه کنیم، مثلا این و همینطور این. اگر ما بخوایم این سه تا رو با هم دیگه مقایسه کنیم، با هم دیگه بسنجیم، سه تا عملگر مقایسه رو استفاده کنیم، در واقع این شکلی میاد. دستور اول ما که فالس همونطور که میگید، دستور دوممون توره و دستور سوممون هم توره. ولی خب ما میخوایم که اینها رو کنار هم دیگه بچینیم به اصطلاح. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا اگر این درست بود و این درست بود و اینم درست بود، به من مثلا تورو نشون بده. خب و اگر این درست بود یا این درست بود یا اینم درست بود، اون موقع منم تورو نشون بده. چطوری؟ الان میخوایم در موردش صحبت کنیم. به اصطلاح من میام اینجا از عملگر اولم استفاده میکنم که عملگر and هستش. میگم آقا آیا x بزرگتر از y هست و علاوه بر اون y مساوی 5 هست و علاوه بر اون به اصطلاح x بزرگتر از 3 هست یا نه. خب الان بیایید اینا رو با هم دیگه بسنجیم و ببینیم که چطوری است. در واقع من دارم میگم x آیا بزرگتر هست از y؟ دارم میگم آقا آیا 4 بزرگتر هست از 5؟ خب میگم نه، این دستور من غلطه. میگم آقا آیا y مساوی 5 هست؟ مساوی همونطوری که گفتیم، اگه یادتون نمیاد جلسات قبل نگاه کنید، اما مساوی در واقع اشاره داره به مقدار داخل اون متغیر. یعنی دارم میگم مقدار داخل متغیر y 5 هستش و آیا x بزرگتر از 3 هستش؟ میگم این 4 دیگه، این از 3 بزرگتر. الان اینجا این یه دونه دستور ما نادرست بود و این دو تا دستور درست بود. اما وقتی که رانش میکنیم به ما فالس نشون میده. چرا؟ ببینید وقتی که داریم از and استفاده میکنیم، تنها و تنها در صورتی در خروجی ترو رو خواهیم دید که تمام این دستورها یا اون به اصطلاح شرط هایی که ما اینجا داریم درست باشه. یعنی اگر این اینوری بود ما ترو رو میدیدیم. میبینید تمام دستورامون الان درسته دیگه. y بزرگتر از x، y مساوی 5 و x از 3 بزرگتره. درسته؟ تمام دستورامون الان اینجا درستن، پس ما در خروجی ترو رو خواهیم. اصلا هیچ حدی نداره. شما اینجا 1,000,000 تا دستور یا شرط میتونید بنویسید و بینشون and بذارید. هیچ حد و حدودی وجود نداره. حالا اگه بخوایم از or استفاده کنیم چی میشه؟ or در واقع همونطوری که از معنی لغویش پیداست یعنی یا. به اصطلاح من اینجا دارم میگم آقا x بزرگتر از y or یا y
مساوی 4 یا y بزرگتر از x. خب الان بیایید دستورا رو با هم دیگه سبک سنگین کنیم و بسنجیم. دارم میگم آقا x بزرگتر از y، خب نیست. دارم میگم آقا y مساوی 4 که نیست. دارم میگم آقا y بزرگتر از x که هست. الان توی خروجی من تورو دارم میبینم. داستان چیه؟ ببینید ما وقتی که داریم از اور استفاده میکنیم داریم اینطوری میگیم یا اگر این دستور درست بود یا این دستور درست بود یا این دستور درست بود به من تورو نشون بده. حتی اگه از بین 1,000,000 تا دستور فقط یکیش درست بود به من تورو نشون بده. به همین سادگی. ولی خب اگر هیچ کدومش درست نباشه چی؟ هیچ کدومش درست نباشه اونجاست که من فالس نشون میده. برای اور تنها در صورتی ما برمیگردونه که تمامی اون دستورها اشتباه باشن و به اصطلاح درست نباشن که اینم باز عین اند هیچ حدی نداره و 1,000,000 تا دستور شما میتونید بنویسید و بینشون اور بذارید. الان ما اینو داریم دیگه. من این رو کات میکنم و میرسیم به دستور آخر که نات هستش. توی نات من این رو قرار میدم. الان ما اون رو که داشتیم میخوام خب اینجا الان این دوتا شبیه هم دیگه از رو همدیگه کپیشون کردم، فقط دومی یه نات کوچیکم داره. الان اگه من اینو ران بگیرم اولیه فالسه. چرا؟ ما گفتیم این تمامی مقادیرش غلطن دیگه، اورم هست، پس آقا فالسه. دقیقا همین دستور اینجا هم هست. منتها چی شده که اینجا تورو شده؟ به خاطر این ناته. نات در واقع همون نه یا پیشوند منفی ساز نتیجه است. شما هر نتیجه‌ای که داشته باشی نات منفیش میکنه. برای مثال ما اینجا نتیجهمون فالس بود توی خط سوم، ولی نات گذاشتیم و نات اومد جواب رو منفی کرد، جواب رو معکوس کرد، برای ما برعکسش کرد و در خروجی تورو به ما نشون داد. خب بچه ها این بود از عملگرهای منطقی. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشید. خیلی درس سختی رو نداشتیم و اینکه تا جلسه بعدی خدا یار و نگهدارتون.